سلام دوستان عزیز، خدا کنه که صحتمند باشین. در این برنامه میپردازیم چطور میتونیم آمازون افیلیت پروگرام رو پیش ببریم و به خاطر پیش برد آمازون افیلیت پروگرام بعضی از کرایتریا هست که شما باید در نظر بگیرید. سelection کرایتریا یعنی یک جنس یک پروداکت که شما انتخاب میکنین کدام خصوصیات کدام مزایا را داشته باشه تا شما در او پروفیت بکنین و با یک مشکل بر نخورین. have a huge demand یعنی یک جنس را که شما انتخاب میکنین باید دیماند بسیار قوی داشته باشه، یعنی بسیار دیماندش بالا باشه، یعنی تقاضا در بازار بسیار بالا باشه. have a good search on Amazon یعنی در آمازون در سرچش یک پروداکت زیاد چی شود سرچ شود، یعنی زیادتر مردمی پروداکت چی کنن سرچ کنن تا یعنی سرچ کنن به خاطر خریداری. have a good search on Google و همچنان در گوگل هم سرچ بالا داشته باشه، سرچ زیاد داشته باشه. و دیگه همچنان bestseller trending most wanted most gifted item hot new release یعنی جنسی باشه که bestseller باشه. bestseller به اجناسی است که در آمازون بعضی از اجناس هستن که رنکینگشان پایین است، اینا bestseller هستن. و trending یک جنسی باشه که یعنی بازارش گرم باشه، در مون روزا مردم زیادتر یعنی یک چیز نو که مردم زیاد تقاضای خریدش میکنن او را trending میگن. most wanted یک جنسی که مثلا همگی خواستش داره که داشته باشه. most gifted item و most gifted item یک جنسی که زیاد تحفه شده، یعنی در خارج قسمی است که مردم بسیار اجناس هم میخرن و به دوستشان و فامیلشان گفت میکنن. hot new release و امو مثلا یک جنسی که نو ریلیز شده، نو به بازار آمده و بسیار بازار گرم داره. good commission structure و good commission structure یعنی که وقتی که شما یک جنس افیلیت مارکتینگش میکنیم باید کمیشن ریتش خوب باشه. مثلا کمیشن ریتش میتونین که از طریق برین از طریق خودش آمازون از وبسایت آمازون پیدا بکنین. مثلا در این ویدیو ما به شما نشان میدم که کمیشن ریت مثلا اجناسی هست که شما چی میکنین افیلیت مارکتینگش هم میکنین. پروداکت کاتگوری، در پروداکت کاتگوری که پایین ببینین لاکچری بیوتی، لاکچری استورز بیوتی، آمازون اکسپلور. اگر شما شما افیلیت شو بکنین 10% به شما کمی کمیشن میاد. و پایین تر از او دیجیتال میوزیک، فیزیکال میوزیک، هندمید، دیجیتال ویدیو اینا برای شما 5% کمیشن میدن. فیزیکال بوک، کیچن، اتوموتیو این بر شما 4.5%. و همچنان آمازون فایر تیبل دیوایسز، آمازون کندل دیوایسز، همه قسم ببخشید تایز، فرنیچر، هوم امپروومنت، اینا را همش قیمت هایش اینجا معلوم است. میتونین از اینجا شما اما اجناسی را بگیرین که پروفیتش خوب باشه، هم جنس زیاد مثلا اون کرایتریایی که پیشتر گفتیم رو در نظر گرفته و همچنان اینجا چی داشته باشه امو کمیشن ریت بالا داشته باشه، یعنی کمیشن ریتش خوب باشه. مثلا پرایم فری تریل، اگر کسی از طریق لینک شما با پرایم با تریل پرایم چی میکنه جاین میکنه این پرایم فری تریل که جاین بکنه $3 با شما چی میکنه کمیشن میاد. پرایم پیت ممبرشپ، اگر پرایم ممبرشپ چی کنه کسی جاین بکنه بر از اونا چند بر شما $3 دهی به شما کمیشن میه. و همین قسم تا آخر شما مثلا کمیشن امی کمیشن ریت لست کمیشن ریت امی آمازون رو ببینید که هر کدامش که مثلا مناسب مثلا یک کمیشن خوب داشت و مناسب بود اما را شما انتخاب کنید. و همچنان در این قسمت ما میتونیم که جنس یا پروداکت دیره که شما با فروش میرسانین یک خاصیتش ای باشه که all season products. all season products به معنای ازی که evergreen باشه، یعنی هر وقت او پروداکت با فروش باشه. مثلا بعضی اجناس هستن که سیزنال هستن، یعنی در یک فصل فروش دارن در یک فصل فروش ندارن. مثلا لباس های گرم است در فصل زمستان با فروش میرسن، مثلا لباس های هست که بسیار تابستانی هستن در فصل تابستان مثلا یک سیزنال میباشن برای یک فصل میباشن. شما باید پروداکتی رو انتخاب کنید که all season products باشه، یعنی در تمام فصل سال به فروش برسه. و موضوع بعدی که بیست سلر BSR نمبر به معنی ازی که بیست سلر رنگ. بیست سلر رنگ یک پروداکت که شما به فروش میرسید کمتر از 15,000 باشه. اینجا نوشته که کمتر از 15,000 خود شما جنسی رو پیدا کنید کمتر از 10,000 مثلا رنکینگش بسیار کم باشه. گود کاستمر ریویو یعنی کاستمر شما
مثلا امور پرودکتی که انتخاب میکنین به ریویوش برین، ریویو را یک بار مرور کنین که ریویو خوب داشته باشه، یعنی مردم که از این جنس خریداری کردن خوشحال باشن، جنس پسندیده باشن و مشکلی نباشه، ریویو یعنی ریویوش خوب باشه. برندد پرودکت، شما اجناسی را به فروش برسین که برند باشه، یعنی اجناسی که نامدار شناخته شده باشه، چون اجناسی که نامدار است او یک اعتبار داره و مردم او را به خریدنش کدام دو دلگی نمیکنن، یعنی جنس هم میخرن چون اونا مشهور هستن، مثلا مثل آیفون و مثلا اجناس مثل بوت نایکی یا یعنی پرودکتی را که شما مثلا به فروش میتونید کوشش کنین که برندد پرودکت. موضوع بعدی که نو لیگل ایشو، یعنی ایشوی قانونی نداشته باشه. یک جنسی را به فروش باید برسانیم که کدام مثلا از نظر قانون کدام مثلا موضوع قانونی نداشته باشه. بعضی اجناس هستن مثل ادویه که به فروش میرسن و اونا یک قانون و قاعده مطابق بسیار مثلا استریکت است فروش از اونا، برای همه اجازه نیست و اونا یک موضوعات قانونی دارن. ما باید اجناسی را به فروش برسانیم که نو لیگل ایشو، یعنی کدام چیزها رو شما باید به فروش نرسانیم. و همچنین یک چیزی که از یادم رفته، پرایس رنج است. پرایس رنج یعنی شما اجناسی را که به فروش میرسانیم باید قیمتش از $20 تا $100 یا $1,500 یا بالاتر باشه. و مهم یعنی باید یک قیمت خوب داشته باشه که شما مثلا $3-4 یا از او جنس بعد از بره، یعنی اگر قیمتش $100 باشه به شما 5% مثلا کمیشن بده، $5 به شما کمیشن میده. اگر مثلا $70 باشه 3% کمیشن بدن، تقریبا $2 چند میشه. خب مقصد یعنی که پرایس رنجش یعنی اصل پرایس رنج از $20 تا $70 باشه. اگر $20 کمتر باشه به شما کمیشن خوب نمیه و از اگر از $70 قیمت جنس بالا باشه مردم اونقدر زیادتر تمایل به خریدش نمی داشته باشن و اجناسی که خرید باشه بلند باشه قیمتش، مردم کوشش میکنن دو زیاد فکر میکنن، کوشش میکنن که خب یعنی اونقدر زیاد خریداری نمیکنن، با در قیمت $20 تا $70 اونقدر زیاد فکر نمیکنن و زودتر خریداری میکنن. این موضوعات در نظر بگیرین. این ویدیو در اینجا به پایان میرسه. چینل سابسکرایب کنین، گنگوله را فعال کنین و در ویدیو بعدی موضوعات دیگر را در نظر میگیریم. تشکر.